چرا خدمات صحت عامه اینقدر مهم است؟ صحت عامه بخش مهم از کنترل و جلوگیری امراض است. امراض چگونه پیدا می شوند؟ برای انتشار امراض 3 عنصر ضروری است: عامل، میزبان، محیط. این عناصر مثلث ایجاد امراض را تشکیل می دهند. برای انتشار امراض همه این عناصر ضروری اند. عامل چیست؟ عامل و میکروب، ماده کیمیایی یا علت فیزیکی این مرض یا جراحت اشاره دارد. به طور مثال ویروس ها، باکتریا، اشعه، خطرات فیزیکی، مواد کیمیایی. میزبان چیست؟ افراد و حیواناتی که دچار بیماری می شوند. به طور مثال کودکان، همسایگان، حیوانات خانگی، خودمان. محیط به چی معناست؟ محیط به فضایی گفته می شود که یک عامل از آن عبور کند تا به میزبان برسد. برای مثال هوا، آب، غذا، فاضلات. این عوامل محیطی برای کیفیت سلامت ما تاثیر می‌گذارد. هنگام یک بیماری شیوع پیدا می‌کند، اپیدمیولوژی، آزمایشگاه، خدمات بهداشتی عمومی با همکاری یکدیگر برای متوقف کردن بیماری تلاش می‌کنند. متخصصان اپیدمیولوژی برای میزبان تمرکز می‌کنند و می‌پرسند چی کسه؟ چی زمانه؟ کجا؟ متخصصان آزمایشگاه بر عامل بیماری تمرکز می‌کنند و می‌پرسند چی چیزه؟ متخصصان بهداشت عمومی بر محیط تمرکز می‌کنند و می‌پرسند چگونه؟ چرا؟ وقتی اپیدمیولوژی، آزمایشگاه و خدمات بهداشت عمومی با یکدیگر همکاری می‌کنند، مثلث علت بیماری تبدیل می‌شود به پاسخ به چگونه و چرا یک بیماری رخ می‌دهد. کمک می‌کند تا راه‌هایی برای جلوگیری از رسیدن عوامل بیماری را به میزبان پیدا شود. و حالا باز می‌گردیم به مثلث علت بیماری. وقت اپیدمیولوژی، آزمایشگاه و خدمت بهداشت عمومی با یکدیگر همکاری می‌کنند، مثلث علت بیماری تبدیل می‌شود به 1. سپر پیشگیری از بیماری که مانع عبور عوامل بیماری را از محیط و رسیدن آن به میزبان می شود. برای مثال سالمونلا نوع میکروب است که اغلب روی مرغ خام یافت می شود و می تواند افراد را بیمار کند. یک خانواده برای غذا خوردن به رستوران می روند. این اقدامات در رستوران به جلوگیری از انتقال سالمونلا به خانواده کمک می کند. شستن دست ها، ضد عفونی کردن، استفاده از دستکش. چرا خدمات بهداشت عمومی مهم هستند؟ خدمات بهداشت عمومی پاسخ می دهد که با چگونه و چرا یک بیماری رخ می دهد. اقدامات لازم برای متوقف کردن شیوع بیماری و پیشگیری از آن در آینده را توصیه می کنند. محافظت از میزبان در برابر عامل مضر از طریق تغییر کنترل محیط. در نهایت، خدمات بهداشت عمومی برای کنترل و پیشگیری از بیماری ها ضروری هستند.